سلام علیکم. شما نازمی؟ ماشین شما خالی هستنی؟ ها خالی. ما تو همین اداره کارخانه که واقع در چهارراه است چند میبریم؟ میدونم. 8 سال. ارزان نمیشه. ارزان نشه میگن 6 سال. ما همزمان در هدف ایدی مادر هستیم. ممکن است که همزمان ما با شما صحبت کردیم با تلویزیون. ها مایل. سلام رانندگان عزیز اصلا برای ما بسیار عجیب است که زن راننده تاکسی است، اما چون راننده این تاکسی یعنی زن هستند خیلی برای ما راضی دادن ما بسیار خوشحال هستیم و تا اون لحظه که برای ما تا بینای اداره ما میبرن ما صحبت کنون میرویم. خسته نباشید خواهر عزیز. کار چه خیلی است امروز؟ رحمت نقص. اصلا شما چند سال باز در همین ساحه در همین کار فعالیت دارید؟ من 3 سال میشود که راننده هستم و 1.5 سال میشود که در همین ساحه کار میکنم. یعنی اگر 1.5 سال هم تو باعث راننده باشید اما پس از 1.5 سال دیگر شما راننده تاکسی هستید. پیشتر شما چیکار میکردید پیش از راننده تاکسی بودن؟ ما در بازار با همراه مادرم سودا میکردیم و بازار کمی سست گشت و من این کسب را انتخاب کردم. یعنی پس از آن که سودای بازار کمی سست شد و این کار یعنی شما شروع کردید. خب اصلا برای ما عجیب است، برای مردم ما هم عجیب است که زن راننده تاکسی است، اما برای شما این کار مشکلی نمیکند؟ چه خیلی است برای شما همین کار؟ همچون زن مشکلی دارد و فقط مردانه خودمون رو داشته. اصلا کاری مردان است. لیکن برای شما چی مشکلی دارد؟ شما زن هستید، چه خیلی تصمیم گرفتید که همین کار را شما آغاز کنید؟ مثلا شما چی مجبور کرده است که راننده تاکسی شوید؟ شوق، هوس یا شرایط؟ چه خیلی؟ هم شرایط، هم شوق و هوس. اساساً شرایطی اقتصادی مجبور کرد که من همین کسب رو انتخاب کرده راننده تاکسی شوم. مثلا نگاهی میزاجان شما، کلینت های شما چه خیلی است وقتی شما مثلا اونها از یک سمت به سمت دیگر میبرید؟ چه خیلی است مناسبتشون باشه؟ برای اونها هم حیرت آور است این کار شما. اولش اینکه مردها حیران میشوند که راننده زن و دومش اینکه تاکسیست گفته حیران میشوند. میزاجان همش نقص معامله میکنن. اکثرا میزاجان من زنها میباشند، آنها از جای گفتگوشان به جای گفتگوشان میبرم. آنها خیلی خرسند میشوند که خیرت میخه زنها تاکسیستا هستند که مویه از جای گفتگوامو به جای گفتگوام میبرند. شوهرم رشکین میگویند، همسایه هم چلو میگویند. خیرت میخه زنها هستند، به شما رحمت. مثلا زن از ضعیف است گفته یگان شکنجه نمیکنن که مثلا وقتی با منزل شما میبرید شما پول ندهند و همین خیلی کارام نمیکنن؟ نه، همشون حرمت میکنن، عزت میکنن. همین قدر سری زندگی کردی، همین قدر مهنت کرده، همین قدر آبروی زنهای برداشته گشتی گفته همشون عزت و حرمت میکنن. باره شده است که برای شما پول نداده باشند، یگان مثلا فریب کرده باشند شما را؟ نه، همشون عزت میکنن. مناسبتی کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی چه خیلی است وقتی شما در همین راه میبینن؟ یگان مثلا باره شده است که شما قانون حرکت در راه رو ویران کرده، شما داشتند مثلا به قول خودمون اشتراف کردن باره شما را؟ بازرسی اتومبیلی دولتی اتومبیلی اینها همشون عزت میکنن، حرمت میکنن. همون وقتی که ما به بینای کارخانه آمدیم مالکت تشکر. همون وقتی که قاعده ویران میکنم همچون زن عزت کرده آگاهی میکنن. تشکر. باز یک دو سالی ما مونده است، هرچند که شما زود آوردید به حیث 2 دقیقه یا 3 دقیقه. ما در عرفه عید مادر قرار داریم. همین برای شما عید مادر چه خیلی عید است؟ شما همون روز استراحت میکنید، کار میکنید، چه خیلی است؟ این عید در 1 سال 1 بار می آید و همه خرسند می شود. من همچون مادر، همچون دختری مادرم خرسند می شوم. همون روز اکن کار می کنیم، پس بگاهی با همراهی مادرم و 2 فرزندم این عید را قید می کنیم.